سلام. امسال در سالمرگ سلیمانی رژیم قصد داشت با برگزاری 10 روز مراسم و همایش و یک سری جنگولک بازی‌های دیگه روحیه شورشگری رو در دل جوانهای انقلابی ایران از بین ببره به خیال خودش. چقدر دشمن دروغ پراکند در فضای مجازی تا قلب و ذهن جوانان ما را برباید، تا آنها را نسبت به انقلابشان بدبین کند، متنفر کند، در مقابل انقلاب آنها را قرار دهد. تمام گفتارهای فریب دشمن با یک 10 روز دلدادگی جوانان این سرزمین به این شخصیت عظیم همه شستشو شد. توی این 10 روز برنامه خودشونو کشتن که از قاسم سلیمانی جانی که منفور یک عالم هست یه چهره قهرمان بسازن و جنایت‌هاش رو یه مقدار مالکشی کنن. این که حالا چقدر به این هدف رسیدن رو تا آخر برنامهش میرسیم، ولی یکی دیگه از اهدافشون پرداختن به دغدغه سیدعلی در مورد ایستادن نسل جوان در برابر نظام بود. همونطور که میدونید از ابتدای قیام خامنه‌ای به شدت در تلاشه که نسل جوان، یعنی دهه 70 و 80 و 90 رو یه جوری به نظامش بچسبونه. این دور هم رئیسی رفت تا با تعریف کردن یک خاطره دوغکی به عظما در این رابطه دلداری بده. در ورود به مصلی دختر خانمی دهه 90 به من گفت فلانی شما را قسم میدم به خون شهید سلیمانی. دهه 90 ما پایکار هستیم، به مسئولین هم پیام ما را بدهید که ما پای این انقلاب و نظام دهه 90 و 80 و 70 و هممون هستیم. با عقل نداشتهش فکر میکنه اگر توی یه جمله 3 بار بگه دهه 90 الان دیگه ورق بر میگرده و دهه 90 هم میان اینور. بابا الان سوزوندن عکس‌های امامتون و حاج قاسمتون و ولی فقیهتون برای دهه 90 و 80 سرگرمی شده. چی میگی تو؟ رابطه دهه 90 و 80 با قاسم سلیمانی میخوای؟ بیا اینو نگاه کن. 18 دی آتیش زدن بنر قاسم سلیمانی. خامنه‌ای کار تمومه. 18 دی فراخوان سالگرد هواپیمایی مردم به خیابونا بیاین. امروز اقدام پیمان اکبر خامنه‌ای با آتش کشیدن بنر مزدور سلیمانی کلاچای. یکی دیگه از مشکلات نظام توی این ایام سالگرد کتلت شدن سلیمانی این داستان تو گل موندن سیدعلی سر انتقام سخت بود. آخه الان 3 سال گذشته دیگه، ولی از انتقام سخت جز اون عربده‌های سلامی چیزی باقی نمونده. کار به جایی رسیده که این دور دیگه از انتقام سخت به یک ترانه دوزاری چند تا جوجه بسیجی که به انتقام سخت فقط اشاره میکنه اکتفا کردن. پرچم میره هر روز بالاتر، جز فتح قله اشتیاقی نیست. از حاج قاسم اینو فهمیدم، امنیت ما اتفاقی نیست. جمهوری اسلامی ایران حرمه، نزدیکتر به قله شد از قبل گام ما. باید از این به بعد بمانید روز و شب در انتظار سخت‌ترین انتقام ما. آقا بگیر انتقام سخت رو که اومد. اینجوری میخواین دشمنانتون رو بترسونید؟ سقف کار هنریشون برای قاسم کتلت همینه که یک موکب درست کنن، روش گنبد بذارن، بعد بگن جمهوری اسلامی حرمه، دشمنان دیگه از الان باید منتظر انتقام سخت باشید. این شد کل نظام؟ نماد کل نظام اینه آخه؟ این که بیشتر شبیه قلک بچه هاست. مخاطب این اثر رو شما کی فرض کردین؟ یا بهتره بگیم چی فرض کردین؟
البته از این دست کارهای هنری موفق بسیجی ها کم نداشتن. از اونجایی که ظاهرا بهشون گفته بودن توی هر شهر و محله هم باید حتما یک مجسمه یا نمادی از سلیمانی درست کنید، چند تا از بسیجی های خوش‌ذوق در شهرستان زرند این تابلو رو خلق کردند. یعنی یه چیزی خلق کردن که اگر زیرش ننوشته باشه سلیمانی، تو فکر میکنی یادبود باد اسپنسر به قول اون کاربر. شما فقط واکنش ها به این تابلو رو داشته باشید. این همون لحظه است که موشک خورده پشتش، یا کتلت. الان دیگه واقعا شبیه کتلته. کتلت وقتی با پشت قاشق میزنی روش. کتلت اینجا وا رفته، سیب زمینیش زیاد بوده. فکر کنم هنرمند دشمنی خونی داشته با کتلت. عزیزان اینو آتیش نزنید، همینجوری اوکیه. انگار زنبور نیشش زده. بله، این یه نمونه بود از استقبال کاربران از برنامه‌ها و نمادهایی که بسیجی‌ها برای بردن سلیمانی تو دل ملت ترتیب داده بودند. استقبال بیشتر اما در فضای مجازی صورت گرفت با ترند کردن هشتگ قاسم کتلت، طوری که هشتگ قاسم کتلت در ترند توییتر فارسی در صدر قرار گرفت و هشتگ بعدیش هم باز کتلت بود، اما خب با حروف لاتین. نتیجه این شد که درست کردن غذای کتلت که یک غذای محبوب ایرانیاست در سالمرگ سلیمانی به یک سنت جدید ایرانی‌ها تبدیل شد. در این زمینه هم هموطنانمون واقعاً با انواع ابتکارات خلاقیت از خودشون نشون دادن. کتلت پزون مثل قاسم کتلت، غذای قاسم داره کتلت میشه. اون قافه، الف، اینم سین، اینم میم، اینم دوتا نقطه های ق. اصلا کاری نداره. این اصلا یکی از رسومات قدیمی ما ایرانیانه که سالروز کتلت شدن قاسم کتلت رو باید کتلت بپزیم. از رنگ رو ببین شما. ما به مناسبت قاسم کتلت پختیم. اینم دستشه که به جا مونده بود، آخرین بازمانده. وای قاسم کتلت شد. اینم سالگرد قاسم کتلت برای این بنده خدا. چند نفرین خانم؟ سلام. چند نفری؟ چند نفر خانه دارم. این سه تا ساندویچ اینا. ساندویچ کتلته. ساندویچ کتلت. این هم 5 تا. بسه؟ برو به سلام. چی رسته؟ کتلت. برای قاسم سلیمانی. آره ساندویچ کتلته. و اینطور بود که قاسم سلیمانی به معنای فیزیکی تو دل ملت جای گرفت. شعار وای قاسم کتلت شد هم به شعارهای ملت اضافه شد. وای قاسم کتلت شد. وای قاسم کتلت شد. وای قاسم کتلت شد. لعنت بر قاسم سلیمانی. کار به جایی رسید که یکی از کاربران این روز رو روز جهانی کتلت اعلام کرد که حتی شخصیت‌های خارجی هم این روز رو به رسمیت شناختند و تبریک گفتند. در مقابل این جوی که مردم با کمپین قاسم کتلت به وجود آوردن، بسیجی‌ها که خیلی سوخته بودن از هر چی کتلت و گوشت بیزار شدن. بعد هم رفتن گیر دادن به یک جوون آشپزی که فقط اعلام کرده بود قصد داره به درخواست طرفداراش چند راهنمود در مورد پخت کتلت بده. یک آشپز موفق که در سایتش آموزش انواع غذاها رو میداد، یک استوری توی اینستاش گذاشت و گفت ببخشید که قول دادم و نذاشتم غذاهای درخواستیتون رو. کتلت و میرزا قاسمی خیلی درخواست شده بود. همین یه جمله کافی بود تا بسیجی‌ها خواهان مرگش بشن و یک اکانت بسیجی اینطوری بهش حمله کرد.
یعنی کسی توی این مملکت نیست این رو بندازه تو همون مایتاب سرخش کنه تا بفهمه غلط میخوره به اسطوره ملت توهین کنه. همینطور بسیجا جو دادن تا اطلاعات سپاه که دید زورش به هیچ کس توی دنیا نمیرسه از این آشپز انتقام سخت گرفت و همون روز خبر اومد که نواب ابراهیمی رو دستگیر کردند. رستورانش رو هم پلمب کردند و پیج اینستاگرامش با 2.7 میلیون فالوور از دسترس خارج شد. ببین اقتدار پیزوری نظام به کجا رسیده که تحمل یک استوری پخت غذا رو هم نداره. طرف اصلا مرگبرم نگفته، شعار سیاسی هم نداده، اما تاریخ بنویس که تو این مملکت آموزش پخت غذای مشخص در روز مشخص هم جرم محسوب میشد. همین اتفاق اینقدر پر سر و صدا شد که طنین موج کتلت علیه نظام رو چند برابر کرد و ابعاد جهانی پیدا کرد. موضوع طوری تو رسانه‌های بین‌المللی منعکس شد که هر کی هم که نمیدونست که ما داریم به قاسم میگیم کتلت دیگه فهمید. رسانه‌های خارجی هم غذای کتلت ایرانی رو معرفی کردند و همین که چرا ایرانی‌ها به دلیل نوع کشتن قاسم سلیمانی بهش میگن قاسم کتلت. اما واکنش جوانای ایرانی به قاسم سلیمانی به همین نمونه‌ها محدود نبود و در خیابون‌ها و فضای حقیقی هم جوونا هم در روز و هم در شب واکنش‌های آتشینی به هر نوع نماد و بیلبورد سلیمانی نشون دادند. اصفهان 14 دی 1401 روبروی میدان ارتش. مرگ بر دیکتاتور. کرمانشاه 11 دی ماه قاسم سلیمانی و هر آنچه که سوریه را آتش زد خودش را آتش سوخت. مشهد بنر کتلتو آتیش زدن. ای بردمتون گرم. در نهایت میشه گفت که بعد از 3 سال از هلاکت سلیمانی خیزی که رژیم برداشته بود با هزینه‌های کلان و انواع و اقسام تبلیغات نجومی تا با جماخ کردن سلیمانی ملت رو ساکت کنه نه تنها به هیچ کدوم از اهدافش نرسید بلکه خشم و نفرت مردم از سلیمانی جانی رو چند برابر بیشتر و حتی جهانی هم کرد.